وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن شهروندان تاجیکستان که در اوکراین قرار دارند خواست که دستور و راهنمایی مقامات اوکراینی را که در کشورشان حالت جنگی اعلان شده است قطعاً رعایت نمایند. روز 24 فوریه به دنبال حمله روسیه به اوکراین در سراسر اوکراین وضع جنگی اعلان شد. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان این کشور درخواست شده است با تحمل باشند و تا حد امکان منزلشان را ترک نکنند. وزارت کارهای خارجه گفته است شهروندان می توانند در صورت پیدا شدن یگان مشکل به سفارت تاجیکستان در کیف مراجعت کنند. دولت نظیر سفیر تاجیکستان در اوکراین هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت آماده کمک به شهروندان تاجیکستان هستند. با گفته سفیر تلفن های سفارت فعالند و آنها آماده هستند که به شهروندان مشورت و کمک ضروری رسانند. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند روی خط تاجیکان را که خواهش ترک اوکراین را دارند آماده میکنند. دولت نظیر سفیر تاجیکستان در اوکراین گفت نقشه به جای به خطر کوچاندن شهروندان در حالت ضروری را تهیه میکنند. برخی شهروندان تاجیکستان که در اوکراین زندگی میکنند میگویند که تا این لحظه وضعشان امن است. حیدرشاه زیدوف شهروند تاجیکستان که در کیف زندگی میکند گفت ساعت 5 صبح با صدای ترکش بیدار شدند. همصحبت ما افزود وضعیت در کیف در عموم تهلکه‌بار نیست چون مردم قبلا آمادگی گرفته بودند. سعیده یک شهروند تاجیکستان که در شهر زاپاروژ اوکراین همراه با خانواده اش زندگی میکند گفت صبح در تمام شهر بانگ خطر صدا داد. به گفته سعیده مقامات اوکراین به آنها گفتند از خانه بیرون نشوند. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان در اوکراین فعلا معلوم نیست. طبق آمار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعلا 101 نفر دانشجویان تاجیک در اوکراین تحصیل میکنند. به گفته برخی همصحبتان ما تنها در شهر کیف حدود 8000 نفر از تاجیکان زندگی میکنند. مقامات گفتند شمار شهروندان تاجیکستان در اوکراین را دیرتر در اختیار رسانه ها میگذارند. سالهای اخیر از تاجیکستان به اوکراین اساساً دانشجویان و آنها می رفتند که قصد سفر به اروپا را دارند. مولا رجب یوسفی برات یوسفی، آزادی دوشنبه.